بزنیم برای استاد صنعت که چنین جوانان را دستگیری کرده. همچون من یک وقت عمل برآمد میکنیم نهازی خیر کوچکرپت نشدگیم با یاردمی اکمل جمعیف یک قصد بزنیم برای اکمل جمعیف که چنین سرجمی را کدگه حقای بخرین جایی که استاد سویگه شوگی باید گام نزنم. سلامانده علی جان، من یک خواهش دارم، یک آرزو دارم برای همه هنرمندای توجیک. میخوام که در همین حیات زندگی، در همین دنیایی که لحظه های گاهی هستیم گاهی نیستیم، این روزی هم جمعه بینیم بعضی ها در بین ما اشتراک ندارن و بعضی ها در جای هستن ما در اونجا اشتراک نداریم. من میخوام که همه کسا با مثلی در مثال شهر مسکو برنامه سویلایی را میبینیم، اگانیوکوشون را میبینیم، خیلی برنامه خوب دارن. همه ستاره های صنعت استرادای توجیک، همه هنرمندانی که باز نو قدم بر روی صحنه میمونن، همه یک جان. من میخوام که در همین سال 2020 همه هنرمندان همین توجیکستان همیشه سرجم باشن، یک جایه باشن، یگان کمبودی نداشته باشن، همیشه در پهلوی همدیگر باشن. راست میگه علی جان، کوچکر یک وقت گفتم که بودک عمر همراه ما بازی میکرد و من میخوام که اینا در کلاهای بلند صنعت توجیک باشد و همیشه مخلصان زیادی خود داشته باشد. و برای اکمل جان جمعیف برای دعوت کردگیش سپاسگزارم، یک جهان تشکر میگم. آقای فخری همه میگن که در سال نو باید همه چی نو شوده. نه که من در سال 2019 یه عروض داشتم که دفتم در 20 بگم یک یافتم. یافتم ای کجا؟ ای همه جای، در همه جای گرفتیش با؟ نه سرش کلای. سرش چیه؟ سرش کلای بعد؟ رنگی قروتی فوچیدگی مارینن. هیچ گردی؟ کیه یو؟ کیه؟ بچی ماما. بچی ماما؟ با بچه که گرفتم شاخلی گفته نمیدونم قروت فوچیدگی؟ قلب میگیری به فوچی میگردی؟ زنده باشی. بچی ماما زنده باشی. بچی ماما هم یک هنرمندی جوانه که نو قدم شد ایجا به در سر کل جانم یک قرصک دنید ایوان سخانه سالی نوید. خب دوستان عزیز، مهمانان گرامی، قدم همه شمایی را به این طرف خانه پرسی خیر مقدم میگویم. بگذار در این سال نو چه آرزو و نیت داره جامعه عمل باشد. بگذار هر روزتان خرسندی و شادی باشد. مردم تاجیک یک قرض برای استادا و برای همه سرندهایی که همجا حضور دارد. سلامت باشد. زنده باشی بچی ماما. نامی اساسیش صبحانه خیلی این مردی که کوچکر نام کردم هده اخچا بچی ماما نام کرد. ولی اتریگه شوگی داره بچی پاپا. او را هم نیره ایروز بگرد. بسیار اگر فخری در سالی نو برای مخلصای خدر یگان نویگری، یگان ایجادیات هست. این نویگری مایلشو من باور کنم کوچکر شاگرد عزیز من در رقم تیاری دو آمدم. برای چی؟ بسیار رو دعوت کردن در چهارمه‌ی سولیانی دعوت کردن که من گفتم حالی من تیار نیستم. من یک سال و 2 ماه در بینشون نبودم، باید در بین من نبودن. انا خدا نباشن، نگه در صحنه توجیک همیشه باشن. در صحنه توجیک همیشه باشن، هنرنمای خودشون نشون بدن برای مخلصان خودشون. انا یک گپ گفتم که همین اکمل جان در سالهای 2001 اون طرف در وقتی که ما در کورس دیو بودیم، اکمل جمعیف یک استودیوی نه خود که اخچه کشودگی بود، فقط برنامه ما را به نوار میگرفت پخش میکرد به طریق کاسته ویدیو یا که سرودای عجیب به طریق کاسته مگنیتوفون بود. اساسا همین اکنون گپ اکمل جان من فکر میکنم گپ اکمل جان یگان هنرمند شکسته نمیتونه. بله شخصا نه ناظم جان ناظم استودیو نمیگه اومده این بچه میگه دیسکو تا اکا ما با کلا میگیرم. من با کلا میگم همش میبرم. خیلی دیگراش علاقه تیارن در کانالشون علاقه تیارن یخش کانال داره یخش جوبور داره یخش با بطلاق داره بفکرم همون را علاقه تیارشون که میپرتوی میگه همش تیارن. انا من گفتم که این دورهای پیش
یک نفر جا با بسیاری شخصش با زن نگرفتم ده آه، کسی بینه اکا قیترما نمیکنی اکا قیترما نمیکنی همه گفتنه که با قایترما بگیری چی؟ ها قیترما میگه کسی با مرا بینه میگه که علی جون ها. اکا بانو میخوام ما تو قرض دارم بچما قرض دارم بخدا ما شیبا ایش میبینه اکا جون بخدا خیلی ما تو قرض دارم ایش میبینه اکا جون ما تو قرض دارم آقای فخری ها. اگر ما رو باید قرض دارم علی جون بابا اگر همه شما قرضدار میشید میدونی که جو میرفتید کی جو؟ شما هم رنگ ما استرادت میکنید فهمیدید برای خجورا جون بیاید یک قیترما بکنیم که در همین سال موش یگان کس قرضدار نشود بله یک قرصک بزنیم یگان تا شما قرضدار نشید یک قرصک. فقط قرض بگیرید قرضدار نشید زنده باشید